اونی که در تربیت دینی ما و رسیدن به واقع و حقیقت و اخلاق دینی و اسلامی و تربیت‌های الهی کمک میکنه 3 عامله. 1 عامل وراثته، 2 عامل تقلید، 3 عامل تلقینه. شما برید اگر دیدید یه درختی خوب میوه میدهد، بار خوبی دارد، 3 عامل اثرگذاره. 1 ریشه درخت و اون زمین و آبی که به این درخت داده شده. 2 باغبانی که به او رسیدگی کرده. و 3 عامل اینه که سمزدایی کرده، آفت زدایی کرده از درخت. این 3 عامل باعث میشه میوه های خوب. درخت وجود انسان هم همینه. عامل وراثت هم خیلی مهمه که همون نطفه باشد. عامل وراثت پدر، مادر، صفات خوب، حلال خوردن، پدر و مادر اهل بودن، صفات خوب داشتن رو مولودشون اثر دارد.